خب فرض کن که تو همون آدم پرتلاشه‌ای و اوایل ماه خیلی عالی کار میکردی. در واقع داشتی میترکوندی، کلی کتاب میخوندی، مرتب میرفتی باشگاه و کاراتو سر وقت انجام میدادی. ولی بعدش یه اتفاقی افتاد. شاید یه روز با حال بد از خواب بیدار شدی. شاید یه جن نامرئی نصف شبی اذیتت کرد. هر چی که بود، یهویی انجام دادن همه چی برات سخت‌تر شد. خسته ای، اون انگیزه‌ای که داشتی و باعث میشد یه آدم فوق‌العاده باشی پریده. حتی یادت نمیاد چرا اصلا داشتی اینقدر عالی و خوب کار میکردی. اون ذهن شفاف و متمرکزی که تا دیروز داشتی انگار شبونه فرار کرده. و بدتر از همه این بیحالی و بی‌انگیزگی کم کم به بقیه بخشای زندگیت هم سرایت میکنه. به باشگاه رفتن فکر میکنی ولی حسش نیست. یه روز نمیری، بعدش 2 روز، بعدش یه هفته. یواش یواش بیشتر هله هوله میخوری، بیشتر پای تلویزیون و بازیای ویدیو میشینی. نه تنها کارهایی که میدونی باید انجامشون بدی رو انجام نمیدی، بلکه حتی دیگه حس و حالش هم نداری و باز برمیگردی به همون سوال: اصلا چرا داشتم این همه زحمت میکشیدم؟ خیلی‌ها تو این چرخه گیر میافتن. یه دوره طولانی موفقیت و بعد یه دوره طولانی خود تخریبی و افتضاح. این یه مشکل روانی عمیقه که توی یه ویدیوی دیگه بهش میپردازم. ولی الان میخوام یه راهنمای کاربردی بهتون بدم که چطوری خودم از این حالت در میارم و دوباره میشم همون آدم پربازده قبل. قبل از اینکه بریم سراغ این تکنیک‌های قدرتمند، چند تا نکته رو باید بدونید. اول از همه، این ویدیو جایگزین مراجعه به یه تراپیست نیست. اگه واقعا افسردگی بالینی داری، برو دکتر و دربارش به دکتر بگو. من پزشک نیستم، فقط یه آدم معمولیم که در مورد چیزایی که واسه خودم جواب میده حرف میزنم. دومی که با اینکه این ویدیو در مورد اینه که چطوری سریع و کارآمد از این حالت در بیای، ولی این یه فرایند نسبیه. معمولا نمیتونی یه شب از این وضعیت خلاص بشی و نیاز به زمان داری. خب تکنیک اول، یه کاری بکن. این یه کاری بکن یک اصلیه که باعث میشه دست به عمل بزنی. وقتی انگیزه نداری، یه چیزی باید جرقه حرکت رو بزنه، یه چیزی که بهت شتاب بده. این اصل همون چیزیه که باعث میشه بدون داشتن انگیزه یه کار رو شروع کنی. بیشتر آدم‌ها فکر میکنن که برای انجام هر کاری اول باید انگیزه داشته باشن و انگیزه معمولاً وقتی میاد که از یه چیزی الهام گرفته باشی. مثلا فرض کن تو یوتیوب داری میچرخی و یک ویدیوی انگیزشی میبینی که آخرش یه چیزی میگه که خیلی به دلت میشینه. بعد یهویی حس میکنی که باید بری و یه کاری انجام بدی. اون حس الهام گرفتن باعث شد که انگیزه بگیری و بعدش دست به عمل بزنی. ولی اصل یه کاری بکن میگه که این یه چرخه خطی نیست، یه حلقه بی‌نهایته که میتونی از هر جایی که دلت خواست شروع کنی. بهترین کار اینه که اول دست به عمل بزنی و بذاری اون عمل باعث ایجاد انگیزه بشه. شاید بگی دمت گرم نابغه، وقتی بی انگیزه‌ام آیا باید یه کاری بکنم؟ خب معلومه که نمیتونم. ولی در واقع تو هر روز کارایی رو بدون هیچ انگیزه‌ای انجام میدی. مثلا لازم داری که یه جرقه الهام بخش بخوری تا بری دوش بگیری. خب نه، فقط بری دوش میگیری چون باید این کارو بکنی. پس این کارهای کوچیک و روزمره میتونن همون جرقه‌ای باشن که بهت شتاب میدن. اگه نشستی و منتظری که یه چیزی الهام بخش سراغت بیاد، برو مسواک بزن. مسواک زدن یه کار سازنده کوچیکه که میتونه موتور حرکتت رو روشن کنه. اگه باید یه مقاله 4000 کلمه‌ای بنویسی، بهش به چشم یه غول بزرگ نگاه نکن. فقط بگو باشه، ورد رو باز میکنم و فقط 1 دقیقه هرچی به ذهنم میاد مینویسم. همین. فقط همین کارو انجام بده. ولی وقتی شروع کنی احتمالاً دلت میخواد بیشتر بنویسی، چون خودتو راضی کرده که بشینی پشت لپتاپ. این دقیقاً مفهوم اصل یک کاری بکن هست. تکنیک دوم یکم ضد و نقیض به نظر میاد، ولی اونم جایزه دادن به خودت برای موفقیت‌های کوچیکه. میدونی واقعاً منم آدمی نیستم که بگم بیا خودتو بغل کن و یه جایزه به خودت بده. ولی تو شرایطی که توی یه وضعیت روحی شکننده هستی، این کار یه ضرورت روانیه. دلیلش هم اینه که مغز ما 2 تا بخش داره. یه بخش غریزی که نزدیکتر به ساقه مغزه و مسئول انگیزه، احساسات و نیازهای اولیه است. یه بخش منطقی که توی قشر پیشانی قرار داره و مسئول تحلیل، اخلاق و تصمیم‌گیری‌های عقلانیه. وقتی بخش منطقی مغزت میخواد از اصل یه کاری بکن استفاده کنه تا بخش غریزی رو مجبور به انجام کار کنه، نباید خیلی سختگیر باشه، چون این یه مذاکره با خودته. اگه بخش غریزی حس کنه که بهش زور میگی، لج میکنه و هیچ کاری نمیکنه. پس باید با سیاست پیش بری و آروم آروم
بخش غریزی مغزتو متقاعد کنی که باهات همکاری کنه. اگه کلاً بی‌حال افتادی و تنها کاری که میکنی اینه که بشینی و گوشی دستت بگیری، پس باید با کارهای کوچیک شروع کنی. مثلا اول دندوناتو مسواک بزن، بعد دوش بگیر، لباسای مرتب بپوش، بعد یکم خونت رو مرتب کن. اگه بعد از این کارا احساس خستگی و عصبانیت کردی، یکم استراحت کن. شاید بخش منطقی مغزت بگه که باید خیلی بیشتر از اینا کار کنی، ولی همین که بعد از چند روز بالاخره یه کار مفید انجام دادی کافیه. یکم استراحت کن و از اینکه یه حرکت مثبت داشتی لذت ببر. حالا شاید بگی اگه فقط اینطوری آروم آروم جلو برم پس کی از این وضعیت در بیام؟ این دقیقاً همون چیزیه که تکنیک سوم، اضافه بار تدریجی، قرار حلش کنه. این روش همون فلسفه‌ایه که توی بدنسازی برای افزایش قدرت استفاده میشه. به جای اینکه یهویی کلی کار کنی و بعد دوباره مغزت قاطی کنه و بره تو فاز خود تخریبی، باید کم کم یه سبک زندگی ساده رو بسازی که روز به روز قوی تر بشی. مثلا یه برنامه 7 روزه بچین که به تدریج از این وضعیت در بیای. روز اول شاید هیچی نتونی انجام بدی جز اینکه توی اینترنت بچرخی، ولی اگه یه کار کوچیک و مفید انجام بدی برای اون روز کافیه. روز بعدش یکم بیشتر از دیروز کار کن و همینطوری روز به روز قدم به قدم خودتو به یه آدم پربازده تبدیل کن. اگه این روند رو درست پیش ببری میتونی خیلی پایدار و دائمی توی همون سطحی از بهره بری که همیشه می‌خواستی بمونی. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، چون وقتی لایک میکنید الگوریتم یوتیوب این ویدیو رو به آدم‌های بیشتری نشون میده و ممکنه به کسی که نیاز داره کمک کنه. همچنین دوست دارم بدونم شما چطور از این حالت بیرون میایید. پس تجربیاتتون رو توی کامنت ها بگید بهم. اگه هنوز سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید که ویدیوهای بعدی ما از دست ندید. کلی محتوای جذاب توی راهه. پس تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.